برنامه قبلی نوک من بر سر مطالب پندآموزی که هر بار ارائه میکردم چیده شد. ولی آیه دکتر، اونجا که سخن باز میمونه موسیقی آغاز میشه. میفرماد که دل عظما شده ریش، وای بر من های غمش افزون تر از پیش، وای بر من، وای بر من، وای بر من. های چه مرگت بود که در این هیر و بیری سفر کردی به اتریش، وای بر من، وای بر نه وای بر تو. مرض داشتی پا شدی رفتی همونجا که گند تروریستیمون در اومده که ساب بزنن تو کاست که دیپلمات تو خلع مسئولیت میکنی و دیگه زایدتر از این میشد. مشنگا اقلا از مامورای بومی استفاده میکردین که پاسپورت دیپلماتیک نداشته باشن. ولی اون دفعه که تو آمریکا از باند مکزیکی استفاده کردیم، وقتی گرفتنشون همه چی رو لو دادن. خب این دفعه هم که پاسپورت دیپلماتیکی های خودمون درجا لو دادن که هنوز به پاسگاه پلیس نرسیده تو ماشین بودن همه چی رو گفتن. مگه توجیه نشده بودن آی دکتر؟ بابا توجیه که درست نمیشه که هر چم جست و پوز میگیرن جون به جونش هم که بکنی بازم معلوم بشه که تروریستن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمونن که مشنگه رو بردن رستوران شیک که ادای آدمای مثلا متمدن در بیاره. نمکدونش از این پیچوندنیا بود، هر چی تکون میداد نمک نمیومد، بهش گفتن مشنگ بپیچونش. اینم یه نگاه کرد به این طرف اون طرف و دور و بر، نمکدونه رو برداشت گذاشت تو جیبش. دکتر اصلا سفر اتریش به ما نیومده، شگون نداره. اون دفعه تظاهرات شد، خود حاجی روحانی ترس برش داشت نرفت. این دفعه هم که هوا برش داشت رفت. آیه دکتر ولی ظریف گفته این بار ما هیچ تقصیری نداریم. فکر میکنین کسی باشه که حرفای ظریف رو باور نکنه؟ دهن من رو به ظریف باز نکن با این خودزنی مشنگیش. اگه تو دم و دستگاه ظریف مسابقه حرفا و حرکات خرکی بذارن، خود خر تو مرحله مقدماتی حذف میشه. اومده ایز گم کنه، میگه در پیدا کردن مجرمان همکاری کنیم. مشنگ پیدا شدن، دستگیرم شدن، لو هم دادن. تو الان باید بیای رد اون پاسپورت دیپلماتیک رو پاک کنی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که مشنگه هی خلاف میکرد با ماشین، هی تصادف میکرد، هر دفعه هم میگفت تقصیر من نبوده. افسره گفت بار آخرته، یه بار دیگه تصادف کنی گواهینامه تو باطل میکنی. روز بعدش دوباره بردنش پیش افسره، گفتن آقا تصادف کرده. مشنگه گفت جناب سروان وجداناً این دفعه من مقصر نبودم، براش چراغ زدم، سر ما پنجره آوردم بیرون، داد زدم، نرفت کنار که نرفت. افسر روشو کرد به اون طرف و گفت راست میگه. طرف با دستپای شکسته بود تو گچ، گفت مزخرف میگه جناب سروان، من تو مغازم نشسته بودم، این آقا با ماشین اومد تو مغازه. روشن شد یه همچی بذارم که بری تا مغازه یارو. آیه دکتر این افتضاح همش ضرر بود الا یه جاش که منفعت داشت. بالاخره این ظریف که مدتی صدای ازش بلند نمیشد و تو ازای برجام نطقش کور شده بود، دوباره تحرک و ورجه ووجه نشون داد. خب هر ورجه ووجه‌ای که خوب نیست که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که تو مسابقه ژیمناستیک نفر ژیمناست تیم آسیب دیده بود، نمیتونست شرکت کنه. اگرم شرکت میکرد $1,000,000 جریمه میشدن. مربی پیش خوش حساب کرد، گفت برم یه نفر پیدا کنم بیارم جای این ژیمناسته، هر چم که ضعیف باشه فوقش میبازیم دیگه، ولی دیگه جریمه نمیدیم. اومد بیرون دید یکی داره با لباس کار تو خیابون پشتک وارو میزنه پشت سر هم، از ژیمناست خودش بهتر. رفت بهش گفتش که بیا لطفا همین پشتک وارو رو برای من بزن تو سالن. طرف گفت نه. این گفت $1,000 بهت میدم. طرف گفت نه. گفت $10,000 بهت میدم. طرف گفت ببین $100,000 هم بدی من دیگه با چکش نمیخوبم رو انگشت خودم. روشن شد یه همچی بذارم که تا بری پشتک وارو و ورجه بوجه ظریفی بکنی. تو این داستان ها با وجود این همه التماس و درخواست غرب طرف اونو نگرفت. چرا؟
خب چون که دوره عوض شده، هر کم که اینو نفهمه از همین مشنگ بازی ها در میاره که این ظریف در آورده. فکر میکنید الان از همون دوره هاست که خودمون رو دوست کنیم، بقیه هم نازمون رو بکشن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. خواهش میکنم آقای دکتر یه کامیون شکر میونی کلمو خودتون و مرحوم ابویتون. این یکی رو لازم نیست از گنجینه سخنان ابویتون خرج کنین. اجازه بدین از تجارب خودم بگم که چطور عدم درک شرایط زمانی کار دست آدم میده. بگو ببینم چه کار میکنی. یه بار تو روی بابام واسادم، دستشو برد بالا که سیلی بهم بزنه. من رفتم تو فاز هندی، گفتم بزن پدر، بزن بذار بفهمم که پدر بالا سرمه. بزن بذار بفهمم که بی صاحب نشدم. اونم جاتون خالی نباشه آنچنان زد تو گوشم که رب و ربمو یاد کردم. عین لواشک چسبیدم به فرش. هنوزم نمیدونم چطوری تو فیلم ها به اینجا که میرسید همدیگه رو بغل میکردن ای دکتر. و اما سوال آخر ای دکتر، با این اوضاع بین المللی و داخلی که هر لحظهش لرزه بر جسم و جان مقام عظما میندازه، شما به عنوان ابر استراتژیستی که توی نظام لنگش نیست چه نسخه تجویز میکنین؟ لطفا اون نسخه‌ای که میگفتین دو دستش رو هر چی میتونه ببره به طرف آسمون محکم بکوبه تو سر خودشو نگین. باشه اونو نمیگم. اونم که پیرمرده رفت داروخونه، هرچی قرص و دارو بود ورداشت و خورد، گفت مال هر مرضی باشه من اون مرضو دارم هم نگین. باشه یکی رو نمیگم. اونم که به هر جای بدنش انگشت میزد از درد به خودش میپیچید چون انگشتش شکسته بودم نگین. باشه یکی رو دیگه نمیگم. اونم که بس دیگه خجالت بکش. استراتژیست دعوت کردی که تو بهش بگی چی بگو چی نگو، چی کار بکن چی کار نکن. تو که اینقدر بلبل زبونی، بیا خودت یه نسخه برای مقام عظما بپیچ ببینم چه کار میکنی. آی دکتر معذرت میخوام، نسخه واسه اون بدبخت پیچیدن کار خیلی سختیه. خب پس بیشین کنار دست یاد بگی ببین چجوری نسخه میپیچن. همه چی تو دنیا حساب کتاب داره، همینجوری شانسی و الکی که نیست. از میلیاردره پرسیدن شما چطوری پولدار شدی؟ گفت اول یه جعبه گوجه خریدم، بردم فروختم 5000 تومان سود کردم. بعد 2 جعبه، بعد 4 تا، دنبال خرید پنجمی بودم که با بزرگم مرد 3 میلیارد بهم ارث رسید. آیا دکتر چرا هپروتی حرف میزنی؟ کی است که بمیره ارثش مقام عظما رو نجات بده؟ شما هم گرفتی ما رو. یه ارث از امام بهش رسید برای 7 جد آباش بسه. 7 جد آباد خودت هپروتی صحبت میکنه. نه کس من دارم نسخه استراتژیکی میپیچم. اگه بلدی بهترشو داری بهترشو داری وسط دان که مگه این علاج